Hello everyone, hope you're doing well and fine. Once again, this is Muhammad Ali Azimi, Senior English Instructor. Today I'm here with another video under the title of Conversation. Actually, this is my very first conversational video, but it's so simple and so clear with very simple explanation. خب سلام دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشین. یک سلاید براتون آماده کردیم. اولین سلاید در بخش کانورسیشن هست، پلیلیست کانورسیشنه دیگه. بریم ببینیم که سلاید ما چی داره. خب بذارید من حالا سلاید شو بزنم. Greeting phrases for beginners. خب سلاید بعدی از اینجا شروع میشه. سلاید ما چی گفته؟ 10 ways to say hello and goodbye. 10 راه برای گفتن خداحافظ و سلام، یا سلام و خداحافظ. خب این 10 راه چی است دوستان عزیز؟ بریم ببینیم. hello، hi. خب دو تایش آورد. hello، hi. دوستان شما آشنایی دارین با hello، hi چی هست؟ اما آیا میدونید فرقش هم چی است؟ فرقش میدانین؟ خب حتما میدانین. هلو به معنای سلام، های به معنای سلام. هر دوش سلام است، اما یک تفاوت بسیار ویژه داره. هلو به معنای سلام و در جاهای رسمی استفاده میشه، در جاهای حرفه‌ای، در مشاغلتان، یعنی منظور در جاهای کاریتان، در جاهایی که رسمی باشه، مثل مکتب، مثل کارخانه ها، مثل شبخانه ها، حالا هر جایی که رسمی باشه. های به معنای سلام و غیر رسمی هست، همراه دوستان استفاده میشن. درست است؟ تلفظش یه رقم. hello، hello، oh hello، نگین hello، hello، hi، hi. این بود فرق این دوتا. سومی hey. دوستان هی هم یک نوع سلام است، اما بسیار غیر رسمی است. حتی از های هم که غیر رسمی تر است. همراه دوستان استفاده میشه. مثلا میگین hey احمد، how are you؟ سلام احمد، چطور هستی؟ hey. اگر این احمد فرض مثال دوستان نباشه، مدیر باشه، شما باید بگین hello. باید بگین hello. چهارمی hi there، سلام بر شما. دوستان هم hi there گفتم میتونین، تلفظش تو there. hi there. تلفظ TH باید آشنایی پیدا کنین. انشالله در ویدیوهای بعدی من بیشتر بالاش کار میکنم. اما اگر there گفتن نمیتونین، میتونین بگین dear. فعلا dear بگین. hi dear، سلام بر شما. و میتونین بگین hello dear. هر دوش سلام بر شما معنا میده، اما hello dear رسمی، خیلی رسمی. hi there یک سطح پایینتر هست، رسمی است، یعنی یک کمکی پایین. خب بخش بعدی informal howdy یعنی سلام و یک کمکی معنای هواریو هم میده، یعنی چطور است. howdy سلام، چطور است؟ او احمد howdy. بخش بعدی بای یعنی سلام. او ببخشید، بای یعنی خداحافظ. بخش بعدی بای بای، یا بعضی میگن بابا. بای. درست است. بعدی informal see you later یا see you later. سی دیدن یه خلاصه یو هست که خلاصه کرده که بتون تستر بگه. درست است. see you later. دوستان نگین letter، اشتباه است. letter تی دی تلفظ میشه. البته این تلفظ آمریکایی هست. see you later خیلی غیر رسمی هست. چرا؟ چون شما یوره تبدیل به یک کردین. اگر بگین see you later باز رسمی میشه. خب بعدیش take care یعنی مواظب خودت باش. بخش بعدی که آخریش میشه have a good one یعنی good luck چی میشه دوستان؟ یعنی خدا چی؟ میخواستم بگم خدا بده. good luck یعنی شانس خوب. have a good one هم یعنی شانس خوب. خداحافظ، بخیر
جور باشی، مثلا وقت خوش داشته باشی، این تو معنا میده. خب اگر یک مثال براتون کار کنم، مثلا میگه hello احمد، howdy, how are you. وقت خداحافظی. bye bye, see you later, take care, have a good one, good luck. درست است؟ Okay, let's jump to the other slide. What we have on other slide. Okay. Yes, 10 informal ways to say yes or no. دوستان 10 راه غیر رسمی برای گفتن بله و نه خیر. البته خود yes و no، yes و no عنوان بالا که نوشته است yes و no خودش رسمی است. حالا 10 راه غیر رسمی ما میخوانیم که 5 تاش مربوط yes است و 5 تا دیگهش مربوط no هست. بریم بعدی. yeah، yep، آها، sure، nope، نه، no way. دوستان به تلفظش دقت کردیم؟ بازم دوباره تکرار میکنم. yeah، yep، آها، sure، nope، نه، no way. تلفظ خیلی مهم است. خب دوستان یادتون باشه که در بخش تلفظات، البته من ویدیو برای تلفظم میمونم که کسی که تلفظ زیبا داشته باشه واقعا خیلی خوب است. خیلی من خودم تلفظ آمریکایی مخصوصا باراک اوباما که صحبت میکنه خیلی خیلی دوست دارم، خیلی قشنگ صحبت میکنه. خب سلاید بعدی که سلاید آخری میشه چی داره دوستان عزیز؟ question. یک اینتر دیگه. بله question. دو تا سوال داریم دوستان عزیز، از شما میخوایم جواباشون کامنت کنین و من حتما به کامنت هایتون جواب میتونم و کامنت هایتون هم میبینم. Which phrase do you use the most؟ دوستان از این 20 تایی که خواندیم کدام میشه زیادتر استفاده میکنین؟ کامنت کنین حتما و کامنت ها حتما میخوانیم. Is there any phrase you use but I did not mention؟ آیا کدام فریزی وجود داره که شما استفاده میکنید اما من ذکر نکردم؟ از این 20 فریز، از این طریقه گفتن یس و نو و طریقه گفتن خداحافظی و سلام، آیا کدام عبارت دیگه و یا طریقه دیگر شما میشناسین؟ اگر میشناسین کامنت کنین که من کامنتتون میخوانم و میبینم، از شما بتونم مسائل جدیدی یاد بگیرم. خب دوستان عزیز درس ما تا همین قسمت بود. یک سلاید خیلی کوتاه براتون آماده کردم. انشاءالله کم کم ویدیوهای بعدی رو میذارم، همینطور کم کم پیشرفت میکنیم انشاءالله. خب دوستان نهایت گرامی، سلاید در چینل تلگرام ما یا چینل تلگرام ما هست، از اونجا میتونید دانلود کنین و نام چینل تلگرام هم در بخش دیسکریپشن نوشته شده و همچنان صوتی های اینها هم در اونجا هست، میتونید دانلود کنین و بشنوین. خب دوستان نهایت عزیز، اگر میخواین از قبیل ویدیوها بیشتر براتون بذارم لطف کنین کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، لایک و کامنت یادتان نره و همچنان اگر خوشتان آمد به دوستانتان به اشتراک بگذارین تا اونا هم از این معلومات استفاده کنن تا که اونا یاد بگیرن، شما یاد بگیرن. خب دوستان عزیز، خدا نگهدارتان، شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداحافظ.